صبح زیباتون بخیر. بذار یه بارم ما رو با لباس تمیز ببینین، رویتون باز بشه، شاد بشین. و اینکه امروز روز شنبه است و ما یه شنبه هم کار میکنیم. پنجشنبه جمعه ما همین شنبه یه شنبه اینجاست، مثل پنجشنبه جمعه شماست. ما امروز هم کار میکنیم، فردا هم کار میکنیم. منتها الان من تمیزم، قراره برم کار ببینم، واسه اونه. بعدش دوباره برمیگردم میام لباس رزم تنم میکنم. ما عد بستیم، با لباس رزم عد بستیم. میام لباس رزم دوباره تنم میکنم و شروع میکنم به کار. ولی منتها چون میخوام برم کار ببینم، با مشتری صحبت کنم، گفتم بهتره که تمیز بریم ببینیم خدا چی میخواد، این کارا رو هم میتونیم بگیریم یا نه. و همین